آخرین بازی‌های دور دوم مرحله گروهی یورو 2020 را ورزشگاه‌های فرنس پوشکش آرنا میونخن و لاکارتوخه سویلیا قبول نمودند که در این مکان‌ها از جالب‌ترین رقابت‌های مرحله گروهی برگزار گردیدند. نشر امروزه روزنامه یورو 2020 محض همین رقابت‌ها را فراگیر است. سرآغاز انعکاس رقابت‌های دور دوم گروه ای و اف لازم دانستیم که اندکی از امکانیت‌های دسته‌های اعضای گروه بی در راه برآمدن از گروه را توضیح دهیم. در گروه بی منتخب بلژ الکی با 2 پیروزی بر روسیه و دانیا الکی در مرحله یکش نهایی بوده، حتی نتیجه مساوی در بازی سوم مقام اول را برایش کفالتناک می شود. روس‌ها با مرحله 8-1 نهایی به شرط می‌برآیند که اگر پیروزی بر دانیایی‌ها را به دست آورند، در صورت مساوی در بازی سوم روس‌ها را لازم می شود که فین‌ها با بلگاوی‌ها با نتیجه مساوی از میدان بیرون شوند. منتخب فینلندیا نیز در صورت پیروزی وارد مرحله پلی آف شده، مساوی هم برایشان بسنده خواهد بود، اگر که البته دسته چرچسوف از دانیایی‌ها شکست خورد. منتخب دانیا می تواند زینه دوم را اشغال نماید اگر که روسیه را شکست دهد و فین‌ها دچار ناکامی وقتی بازی با منتخب بلژ شوند، اما چنین کفالت تنها از گل‌های زده شده وابستگی خواهد داشت. از نخستین بازی سنه 19 میون برگزار گردیده در میدان‌های یورو 2020 باشد، همگان پیروزی باوری بخش قهرمانان فعلی جهان و معین گردیدن 4مین مالک راحت یکش نهایی مسابقات انتظار بودند، اما چطور 90 دقیقه نشان داد همگان شاهدی نتیجه هنگام آفر گردیدند. شاگردان مارکو راسی در این رقابت در شاهدی ورزشگاه لبرز از مخلصان و دستگیری‌های منظره ساز نه تنها صدگذاری حمله دهشت افکن شدند، بلکه باز در قسمت آخر نیمه اول بازی نیرو پیدا نمودند که با استفاده از گل زده شده فیالا اتیلا حساب را کشایند. پرجسارت بودن و از قلب بازی نمودن ونگرها بر مقابل دسته از جمهوری پنجم حتی پس از گل جوابی گریزمان هم زدوده نشد و رقابت میدانی گرم و پرشدت ادامه یافتن می‌گرفت. زحمتی به اندازه صاحبان میدان البته که دسته فرانسوی را چنان مبهوت و قلب شکسته نمود که بر ضمن هجوم‌هایشان لاریس هم کم و بیش به طور جدی وارد بازی می‌شد. خلاص که بازی با نتیجه مساوی 1-1 برای فرانسوی‌ها غیر انتظار و باعث پریشان خاطری و برای صاحبان میدان سرچشمه لذتمندی انجام یافته بازیگری بهترین رقابت باشد لاسلو کلاینخایسلر از ونگریا اعلان گردید. سرگل‌ترین و جالبترین بازی مرحله گروهی یورو 2020 محض در آرنا میونخن میان منتخب‌های آلمان و پرتغالیا در گروه اف برگزار گردید. هرچند که نخست فوتبالدانها پرتغالیا را چون دسته دارای بازیگران جوان و پراستعداد و آلمان را تیم مشکل داشته در خط حمله می‌دانستند و برتریت را نسبت جانب پرتغالی می‌دادند، نتیجه رقابت اصلا چیزی دیگر را نشان داد. در بازی مذکور هرچند که از روی نگاهداشت توپ‌ها آلمانی‌ها پیشتاز بودند، اما گل نخستی دیدار را کریستیانو رونالدو در دقیقه 15 به ثمر رسانید. رفتیم بعد بازی باشد برای دسته فرناندو سانتوش با مشکلی خاصه و دردسر ادامه یافت، هنگامی که حمله آلمانی‌ها باعث خود گل‌ها از جانب بهترین بازیگر پرمیر لیگ انگلیس در موسم قبلی روبن دیاش و رافائل گریرو در دقیقه‌های 35 و 39 گردیدند. بر ضمن پیشتازی در حساب همچنین غالب لیگ قهرمان‌ها با چلسی کای هاورتز و نفری آتالانتا از برگامو روبین گوسنس در دقیقه‌های 51 و 60 به برتری چشمرس صاحبان میدان 2 گل دیگر ضمن نمودند که حالی زاری دسته کریرا را تباهتر نمود. گل جوابی پرتغالی‌ها را باشد دیاگو ژاتا از لیورپول در دقیقه 67 به ثمر رسانید که حتی چون ملحمه برای درد هم فایده نکرد. بازی مذکور باشد با نتیجه 4-2 بر نفع دسته یاخیم لیاف خاتمه یافته، بهترین بازیگر روبین گوسنس پذیرفته شد. سومین بازی دور دوم مرحله گروه ای که همچنین آخرین بازی همین دور بود، منتخب‌های پولش و اسپانیا را در ورزشگاه لاکارتوخه شهر سویلیا به هم آورد. با این رقابت مهم هر دوی جانب‌ها با امید پیروزی آمدند، چرا که اسپانیا در بازی نخست با شوئدها مساوی کردند و دسته لواندوفسکی باشد از اسلواک‌ها مغلوب شده بود. لوئیس انریکه که به این مسابقات بدون یگان بازیگر رئال مادرید و کمترین بازیگران آمد،
در این بازی هم از فرصت‌های نخست پیشتازی را اختیار نموده با گل زده مراتا در دقیقه 25 در حساب به پیش برآمد. اما فرصتی زیادی پیشتازی اسپانیا هم نگذشته بود که منتخب پولش را در دقیقه 54 رقابت اخیراً رابرت لواندوفسکی با گل زده‌اش با اسپانیا برابر نمود. وابسته به آن که منتخب اسپانیا در 26 بازی اخیر 15 پیروزی به کف کرده و تنها 3 بار شکست خورده است، نتیجه این بازی را تغییر دادن نتوانست و آن هم با حساب عمومی 1-1 خاتمه یافت. دسته لواندوفسکی با همین نخستین خالش را در دومین بازی به دست آورد و اسپانیا به مساوی با شوئدها یک خال دیگر ضم نمودند. وابسته به نتیجه غیر قناعت بخش برای دسته از نیم جزیره پرینی، بهترین بازیگر این دیدار ژوردی آلبا دانسته شد. پس از برگزار گردیدن آخرین بازی‌های دور دوم در گروه ای تا هنوز دسته صاحب راحت مستقیم معلوم نگردیده، اسپانیا با اسلواک‌ها از برای راحت مرحله حذفی سر به سر می‌شوند و شوئدهای در این گروه پیشتاز منتخب پولش را قبول می‌کنند. در گروه پرقوت اف باشد فرانسوی‌ها نوابسته از مساوی هنگاموی با ونگرها در صدر جدولند و از برای اشغال مقام اول گروه با همدست‌های کریستیانو رونالدو وامی خورند، در حالی که آلمانی‌ها با نیت برآمدن به پلی آف ونگرها را امتحان می‌کنند. این بود روزنامه یورو 2020. ما را پیگیر باشید.